پنل ضبط رو باز کردیم برای نصب این برد. پشت این برد چسب دو طرفه سیلیکونی زدیم به خاطر اینکه حرارت باعث نشه این برد از صفحه خود ضبط جدا بشه. زیر مکانیزم CD یه محوطه خالی هست که میتونیم برد قرمز رو همینجا بچسبونیم. ولتاژ راه اندازی این برد 5 ولت. ما از دو سر خازن گرفتیم. برای سیستم‌های حرفه‌ای که نویز نندازه ما یه دونه خازن هم اینجا نصب کردیم که نویز سیستم رو بگیره و برای خروجی صداش یعنی قسمت لفت و رایتش رو از سوکت خود برد گرفتیم که از پایه‌های ورودی AUX استفاده کردیم و روی برد نصب کردیم. حالا میریم برای تستش. شب دوباره بارون غم میباره، از حال این دل کسی خبر نداره.